به کانال یوتیوب ماهگل خوش اومدید. سلام، من ماه منیرم و میخوام در ادامه آموزش ها براتون 4 دانوک بدوزم. دوستای عزیزم، توی فیلم های قبلی براتون دانوک رو توضیح دادم. یه به علاوه اول کشیدیم به عنوان طرح اولیه و روی اون به علاوه دوخت رو اجرا کردیم که بهش میگفتیم دانوک. حالا ببینید برای 4 دانوک شما 4 تا به علاوه دارید. یکی این به علاوه است، یکی این به علاوه، یکی این به علاوه و یکی هم این به علاوه. 4 تا به علاوه کنار همدیگه کشیدم و حالا میخوام 4 دانوک رو اجرا کنم. خب برای زدن داربست این که شما از کجا شروع کنید مهم نیست. من از اینجا میخوام شروع کنم، شما میتونید از اینجا شروع کنید یا میتونید از اینجا شروع بکنید. مهم نیستش که از کجا شروع میکنید، مهم روند کاره. خب فرض میکنیم که اینجا من یه دونه کوک میخوام بزنم، سوزن رو از این قسمت آوردم بیرون و حالا مسیر نخ به من نشون میده که باید کجا رو بدوزم. ببینید این اولین دانوکمونه. خب باید بیام اینجا یک کوک بزنم. پس من میام اینجا کوک اولم رو میزنم. خب حالا برای کوک بعدی ببینید مسیر به شما نشون میده. ما وقتی میخوایم لوزی ها رو بزنیم و حواسمون باشه اینا باید به صورت لوزی کنار هم قرار بگیره. پس مسیر اومده اینجا، یعنی من کوک بعدم رو باید اینجا بزنم، نمیتونم بیام اینجا بزنم. ببینید اینجا لوزی شکل نمیگیره، یا نمیتونم بیام اینجا بزنم، بازم این دوتا خط کنار همدیگه لوزی به من نمیده. پس فقط موقعی که من بیام اینجا کوک بزنم یه لوزی به من میده. شما اینجوری متوجه میشید که چجوری باید مسیرتون رو پیدا کنید. پس من باید بیام اینجا و کوک بعدی رو بزنم. خب کوک بعدی رو میزنم. یعنی الان اومدیم میخوایم این دانوک رو بدوزیمش. دوباره مسیر به من چی رو نشون میده؟ این که من باید بیام اینجا رو کوک بزنم. کوک بعدی رو اینجا میزنم. خب حالا دوباره باید کجا بیام بزنم؟ من کوک رو اینجا. یعنی الان ما میخوایم اینجا یه لوزی داشته باشیم. پس تنها جایی که من باید بیام کوک بزنم که لوزی داشته باشم اینجاست. پایین میریم به سمت بالا. این میشه کوک بعدی. خب حالا میخوام این لوزی من شکل بگیره. ببینید به این صورت این لوزی که میخواد شکل بگیره، چون ما باید حتما زیر و روی نخها رو هم رعایت بکنیم، اینجا من باید حتما از زیر این نخ رد بشم. خب مسیر بعدی که من دارم اینجاست، یعنی میخوام این دانوک رو بدوزم، باید بیام اینجا یک کوک بگیرم. این شد کوک بعدی. حالا دوباره مسیر اینو داره به من نشون میده. میام اینجا یک کوک میزنم. دوباره میام اینجا و اینجا یک کوک میزنم. ببینید از اینجا. کوک بعدی. حالا دوباره باید لوزی من شکل بگیره. اینجوری میشه لوزی من. چون لوزی داره تموم میشه و زیر و رو رد شدن نخها رو باید رعایت کنیم، اینجا سوزن رو از زیر نخ رد میکنم و میام دانوک پایین. ببینید مسیر داره به من میگه باید بیای اینجا رو کوک بزنی. پس من یه دونه کوک اینجا میزنم. مسیر به من میگه باید بیام اینجا رو کوک بزنم.
و بعد کوک این طرف رو باید بزنم. خب ببینید اینجوری. خب حالا دوباره این لوزی میخواد کامل بشه. من از این زیر این نخ باید سوزنم رو رد کنم، میرم به سمت بالا، اینجا رو شده، اینجا زیره، اینجا روه و حالا باید بیام اینجا رو کوک بزنم. خب ما 3 تا از دانوک ها رو داربستش رو زدیم، اینم آخریه و برای اینکه این دیگه تموم بشه میام از زیر این نخ رد میشم و به اینجا میرسم و کوک آخر از وسطش میام بیرون که میخوام در ادامه پرش کنم. ببینید به این صورت شد. شما داربستاتون رو به این صورت میزنید و حالا میخواین پرش کنید. خب عزیزان، برای پر کردن 4 دانوک قبلا براتون توضیح دادم تو فیلم‌های قبلی که ما به چند حالت میتونیم پر بکنیم دانوکمون رو. ببینید الان من وقتی که بخوام دانوک رو پر بکنم هم میتونم از بالا این کار رو انجام بدم، هم از قسمت پایین انجام بدم. فرض کنید که من میخوام الان از قسمت بالا، یعنی بالای این نخ بیام دانوک رو پر کنم. باید این نخ رو از روی این نخ و از زیر این نخ رد کنم. حالا اگر بخوام از قسمت پایین پر کنم، ابتدا باید بیام از زیر این نخ رد بشم و بعد از روی این نخ رد بشم و به همین طریق طبق کاری که انجام دادیم مسیرمون رو پیش بریم. خب پس فرقی نمیکنه، شما هر دوتاشو میتونید امتحان کنید. من الان میخوام اینجوری برم که این رو میگیرم رو، یعنی از روش رد میشم، اینجا رو زیر میگیرم. خب دوباره اینجا میشه رو، اینجا از زیر رد میشم، اینجا میشه رو و اینجا رو از زیر رد میشم. خب اینجا از زیر رد شدم، ببینید اینجا میشه رو و حالا باید بیام از زیر این نخ رد بشم و بیام دانوک پایین. به این صورت میشه. اینجا میشه رو، اینجا میشه زیر. من سعی میکنم نخا رو کاملا باز بندازم تا اینکه کاملا مشخص باشه. ببینید به این صورت شد. اینجا از زیر رد شد، اینجا رو و اینجا زیر. خب اینجا شد زیر. دوباره من دستمم نمیخوام زیاد نزدیک دوربین بیارم که تار نشه فیلممون. خب اینجا میشه رو، اینجا میشه زیر. اینجا میشه رو، اینجا زیر. اینجا رو، اینجا زیر. اینجا رو، اینجا زیر. اینجا رو، اینجا زیر. خب ببینید پر کردن این دانوک داره تموم میشه. حالا من اینجا از زیر رد شدم، از روی این نخ قبلی، این نخی که اینجا هست، این نخ اول رو اگه خاطرتون باشه من چند بار تاکید کردم باید حتما از زیرش رد بشیم.
تا در قسمت وسط نخها زیر و روی همدیگه رد بشن. ببینید کاملا مشخصه که این نخها از زیر و روی همدیگه رد شدن. حالا اینجا میشه رو و اینجا میشه زیر. اینجا از زیر رد میشن. حالا باید بیام دانوک بعدی. اینجا میشه رو، اینجا میشه زیر. رو زیر، رو زیر، رو زیر، رو، اینجا رو، اینجا زیر، اینجا رو، اینجا زیر، رو زیر. و حالا دانو که میخواد پر کردنش تموم بشه، میام از زیر این نخ اول سوزن رو رد میکنم. ببینید از زیر این نخ اول، از این نخ سوزن رو رد میکنم. دوباره اینجا میشه رو، اینجا زیر، اینجا میشه رو و اینجا زیر. یعنی شما یه پر کردن هم برای قسمت وسط دارید. خب اینجا رو، اینجا زیر، رو زیر، رو زیر، رو زیر، رو زیر، دوباره اینجا رو میشه، اینجا زیر. و حالا دانوکمون میخواد پر کردنش تموم بشه، باید از زیر این نخ، ببینید از زیر این نخ من سوزن رو رد کنم و سوزن رو بیرون بکشم. خب دانوک بالا هم تموم شد. حالا ببینید عزیزان، اینجا دوباره از رو میام و این قسمت وسط رو هم میخوام پر کنم. میشه زیر اینجا. خب ببینید اینجا میشه زیر. حالا برای قسمت وسط هم شما باید از این نخ از زیرش رد بشید. یعنی اینجا زیر بود، اینجا از روی این نخ رد میشم، اینجا از زیر این نخ رد میشم. ببینید کاملا مشخصه. این نخ رو باید بگیرید تا اینکه در قسمت وسط هم شما یه طرح زیر و رو داشته باشید. خب اینجا میشه رو، اینجا میشه زیر، اینجا میشه رو، اینجا میشه زیر، رو زیر. خب این دانوک هم میخواد تموم بشه، من باید سوزن رو از زیر این نخ اول ردش کنم. اینجا میشه رو، اینجا میشه زیر. بعد دیگه کار تموم میشه و سوزن رو میبریم داخل، میبریم پشت پارچه. ببینید دانوکشون 4 دانوک شما، ما الان 4 تا دانوک کنار هم زدیم و شد 4 دانوک. خب حالا اینو چون من اینجا داشتم آموزش میدادم و حالا کوک هایی که زدم شاید خیلی
منظم نبوده ممکنه یک مقدار نامنظم افتاده باشه 4 دانوک شما باید ابتدا طرحی رو که دارید میکشید خیلی منظم بکشید. کوکایی رو که میزنید سر جای خودش در بیارید. موقع پر کردن هم کشش نخ خیلی مهمه تا اینکه یه طرح 4 دانوک خیلی زیبا داشته باشید. اینو حتما تمرین کنید و اگر که اشکالی داشتید خوشحال میشم که به هم پیام بدید، عکس کارتون رو برام بفرستید. اگر هم احتیاج به رفع اشکال دارید میتونید توی کانال رفع اشکال تلگراممون عضو بشید تا اینکه انشالله اونجا براتون رفع اشکال انجام بدم. خیلی ممنون که تا اینجا همراه من بودید. روز و روزگارتون خوش و خرم و عاشقتونم.